قوانین جالب دبی. میدونستید اگه تو دبی کسی خودکشی کنه و زنده بمونه جریمه میشه و دیپورت میشه و اگه بمیره هم خانوادهش هم جریمه میشه و هم دیپورت. تو دبی اگه کسی گدایی کنه تا 100,000 درهم یعنی ما 7,000 دلار جریمه میشه. اینطور اگر کسی به این گداها کمک کنه همین اتفاق میفته. دبی امن‌ترین کشور دنیاست، پس کسی حتی اگه یه چیز کوچیک هم بدزده دیپورت به اضافه جریمه داره. دبی اگه یه مرد زن اماراتی بخواد با یه خارجی ازدواج کنه یه سری امتیازات مالی حذف میشه. بهتر اینه که وقتی هم طلاق بگیرن اون زن و مرد خارجی نه تنها دیپورت میشن بلکه تمام جریمه ها هم باید پرداخت کنه. در ضمن اگه ماشینتون کثیف باشه به زیبایی شهر لطمه میزنه، پس باید ماشین رو تمیز باشه وگرنه جریمه میشی. در کل دبی هر کاری که سطح فرهنگ و ارزش رو پایین بیاره جریمه میشید. نکنید دیگه، یا نرید نکنید.